مفهوم جدید ارتباط و کارکردش و جایگاهش در مغز. سلام و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان محترم بلنسی. خدمت استاد فیروزی عزیز هستیم با معنا و مفهوم جدید ارتباط. آقای دکتر داخل. درود بر شما. سلامت باشید. معنای جدیدی از ارتباط رو میخوام بگم. ما دو جور ارتباط رو تجربه میکنیم. یکی در خانواده. بله. خب یکی در بیرون خانواده. در اجتماع. به نظر من جایگاهش در مغز فرق. بله. یعنی وقتی ما در یک جای دیده شناخته عادتی مرسوم امن داریم ارتباط با پدر، مادر، برادر، خواهر، هر کسی که باشون بزرگ شدیم ارتباط برقرار میکنیم، این ارتباط به معنای ارتباط یعنی ما کار نکردیم در از به نظر من مدار جدیدی تو مغز ما ساخته نشده. خب نئوکورتکس هم نبود اون تایمی که این ارتباط شکل گرفته. پس مدارهای پیشین رو ما داریم تکرار میکنیم. بله. پس اگر بخوایم بگیم ارتباط به معنای یک خلاقیت، این خلاقیت نیست. درسته. اسمش ارتباط نیست اصلا. بله. تکرار آن چیزیست که در گذشته اتفاق افتاده. بله. و این میتونه برای کسانی که دنبال هویت شخصی هستند خطرناک باشه. دلخوشی هستش که میتونه خطرساز باشه برای کسی که میخواد هویت شخصی خودش رو تقویت بکنه. درسته. اما ارتباط اجتماعی به نظر من شما باید اصلاح کنید. این که مدارهای جدید فعال خواهند شد. بله. این ارتباط پیشینی نیست. بله. برای همین اکثر آدم از ارتباطهای جدید پرهیز میکنند، دنبال آشنا میگردند، دنبال دیده شده ها و عادت ها در ارتباط میگردند. اونجا احساس امنیت میکنند، برای اینکه نمیخوان مدارهای جدید مغزشون رو فعال کنند، میخوان از مدارهای پیشین آماده استفاده کنند. البته این کارکرد صحیح برای خود مغزه، چون نمیخواد ATP هضم کنه. خب بعد تمایل داره به این که ببین من یک اصطلاحی به کار میبرم شاید خیلی قشنگ نباشه خانم دکتر، میگم که آماده خور. آدمی که میخواد وارد عرصه خلاقیت درونی بشه آماده خوری رو باید بذاره کنار. درست. باید بیافرینه. پس این آفرینش یه تنشه، یه حرکتی است که انرژی بر هست، ضد بقای مغزه، کاملا ضد بقای اون بخش از مغز هستش که مدارهاش تشکیل شدن. ولی به نظر من برای مدارهای جدید زندگی است. دقیقا مثل نئوکورتکس و بله، یعنی شما دارید دعوت میکنید به محض اینکه میگی که من باید ارتباط جدیدی رو رقم بزنم، دارید دعوت میکنید از مدارهایی که غیر فعال هستند و میدونید که وجود دارن و میتونن فعال بشن. و اگر ما استرس رو تجربه میکنیم، این استرس به خاطر این هستش که این هنوز در مدارهای مغز ما معنا نداره، جایگاهی نداره، تعریف نشده، تکرار نشده. خب این اصل خلاقیت هست. پس فکر کنم هر بار باید به مغزمون آفرین بگیم که سراغ رابطه‌ای میره که یه مدار نورانی جدید. دقیقاً. پس آدمی که در جستجوی هویت شخصی و خلاقیت هست باید چالش درست کنه. از گفته‌های دکتر میتونیم این برداشت رو بکنیم که شما میتونین خلاقیت و بیشترین میزان خلاقیت رو در رابطه، به خصوص رابطه‌های اجتماعی و بلخص رابطه‌های اجتماعی تجربهش بکنید. خیلی ممنون. فکر می‌کنم یه تعریف خیلی خوب و جدیدی بود از رابطه که فکر می‌کنم مورد توجه همه عزیزان هم باشه. خیلی ممنون از توجهتون. روزتون بخیر و بلنسی.